بهترین اتفاقی که میتونه اول بازی بیفته اینه که 2 تا بیوای پشت سر هم پیدا کنی، اونم رو سقف سل هاوس. ولی خب از اون جایی که تو بازی همیشه کمبود بیوای ما داریم، من این یکی از این بیوای‌ها رو برمی‌دارم میرم یه جا قایم میکنم. فکر کنم افتاد پایین. نه همینجا، یعنی یه جوری قایم کردم که خودم گمش میکنم. الانم میتونیم بریم با خیال راحت همه انمی‌ها رو پاره پوره کنیم. 2000 years later. اون دور یه انمی میبینم ولی خب اصلا من خودم خواستم بپرم پایین. مثلا الانم خودم میخوام یه بات بزنم و یه بات میزنم، بعدش هم یه شلاقی میزنم. کی گفته باید شلاقی رو قبل از اینکه انمی رو میزنی بزنی؟ آمو ما رو ول کن، منو. خب اینجا دیگه نمیتونه منو پیدا کنه. اینجا راحت آرمانمو میزنم، میام اینجا هرچی باته اینجا میزنم به راحتی. یه صدا پاهایی این دور بر میاد. آها اینا دیگه دور بر من نیایا، رفته اون بالا کم کرده. ببین من اینیمیه رو دارم میبینم و همین پایینه، فقط کافیه بپرم پایین و یه شات. آمو بیا اینجا، من مگه میذارم تو فرار کنی؟ یه نایف میزنم پس کلت ها. بیا اینجا یه شات میزنیم اینطوری، یه نایف دیگه. حال کردی زدمت؟ نه حال کردی زدمت یا نه؟ حال کردی یا نه؟ بگو ببینم حال کردی زدمت یا نه؟ مطمئنم الان یارت میاد. بیا اومد. آخه چرا این نباید وان شات بشه؟ ببین دفعه قبلی زدی منو، این دفعه میزنمت. بابا آخه چرا تیر من نباری جسر بشه؟ ببین 2 دفعه قبلی منو زدی ها، ببین این دفعه میزنمت.